مصیبتی بود افتاد تو زندگی من. درخت انجیر معابد یک چرخه زندگی غیر معمولی داره که خیال میکنم آدم رو به طور نمادینی با انتخاب‌های اخلاقی روبرو میکنه. داستان رویش این درخت اینطوره که پرنده ها از میوه این درخت تغذیه میکنن و دونه های این درخت از طریق فضله پرنده ها روی شاخه درخت های دیگه میفته، اونجا جوونه میزنه، ریشه میاره و این ریشه ها از بالا خودشون رو به زمین میرسونن و وقتی به زمین رسیدن روی پای خودش درخت میسته و اون درخت میزبان رو خفه میکنه. من موقعی که داستان رو می‌نوشتم به یاد این درخت افتادم و نام داستان رو به دانه انجیر معابد انتخاب کردم. تازه یه حکم زندانم تموم شده بود و از زندان آزاد شده بودم، ولی میدونستم که یک پرونده دیگه‌ای در جریانه مربوط به اتهامای تازه‌ای که وکلان پیش‌بینی می‌کردن بابتش 8 سال زندان بهم داده بشه و درست وسط فیلمبرداری بود که حکم اول صادر شد و به هر حال این نگرانی بود که چه اتفاقی میفته. من با وکلا مشورت کردم و متوجه شدم یه چیزی حدود 2 ماه وقت دارم برای اینکه فیلمبرداری رو تموم کنم. فیلمبرداری رو تموم کردم خوشبختانه و چند روز بعد از تهدیدات سال نو بود، تقریبا 2 ماه شد دیگه، و حکم تجدید نظر زندان هم صادر شد و من دیگه اونجا با تصمیم گرفتم که برم زندان یا در واقع فیلم رو تموم کنم، پست پروداکشن فیلمو. و از طرفی فکر میکردم که هنوز داستانه دیگه ای هست که باید بسازم، بنابراین تصمیم گرفتم از ایران به شکل غیرقانونی خارج شم. وقتی که داستان رو می‌نوشتم و روی فیلمنامه کار میکردم برام سوال بود که چطوری میخوام فضای بیرون این خونه‌ای که دارم داستانش رو تعریف میکنم با تماشاچی در میون بذارم. به هر حال این فیلم مخفیانه ساخته شده و امکان فیلم برداری توی شهر برای بازسازی اون صحنه‌ها وجود نداشت و اول یه محدودیت بود که این ایده رو به ذهن من رسوند، ولی یکم بعدتر فکر کردم که اصلا چطور ممکنه آدم بتونه یک همچین لحظه های تکان دهنده‌ای که از تو قلب واقعیت میاد و بازسازی کنه. بنابراین با اینکه ایده با محدودیت شروع شد ولی به یک فرم زیبایی شناسی تازه فکر کرده بودم و در اجرا هم به نظرم قانع کننده بود. من آرزو میکنم که افراد بیشتری فیلم رو تماشا کنن و به هر حال داستان فیلم درباره یک خانواده است و تاثیر مرد سالاری توی این خانواده و البته لایه‌های دیگه فیلم به جامعه ایران و اتفاقاتی که تو ایران داره